خبر لغو تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران جاری شده بودند، ساکنان تهران را خوشحال کرده است. پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی نیز لغو تحریم‌ها را پیروزی کشورش نامیده، افزود که این عمل امکان می‌دهد وابستگی ایران به صادرات مواد سوخت کاهش یابد. بنا نیست که ما به خاطر برجام به یک کشوری مثل آمریکا اعتماد کنیم. اگر اونها در اجرای برجام نقضی رو انجام بدن، سازوکاری در خود برجام پیش بینی شده، طبق همون سازوکار ما دنبال میکنیم مسئله رو. به هر حال تحریم‌ها و محدودیت تجارت با تخمیناً 200 شرکت و افراد علاهیده ایرانی پابرجا باقی میماند. وزارت مالیه آمریکا گفت 11 شرکت و افراد علاهیده که در برنامه موشکی ایران سهم دارند تحریم خواهند شد. روز شنبه اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای اطلاع داد که ایران تمامی تقاضاهای این سازمان را اجرا کرده است. هدف از تقاضاها کفالت آن بود که برنامه هسته‌ای ایران به تولید سلاح هسته‌ای دست نزند. بعد این پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فرمان لغو تحریم ایران را امضا کرد و گفت امروز یک روز خوب است. اقدام‌های ایران تفتیش و تصدیق شدند و این جمهوری می‌تواند از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای رها گشته به پول‌های در بانک‌های غربی منجمد شده‌اش دسترسی پیدا کند. و احتمال از همه مهم این است که ما توسط دیپلماتیا پیشرفت حاصل کرده از یک جنگ دیگر در خاورمیانه جلوگیری کردیم. ابتدای ماه روان جنجال دیپلماتی ایران با عربستان سعودی باعث شد که دو کشور سفارت‌هایشان را بسته روابط با یکدیگر را قطع کنند. بعضی شارحان خوف دارند که لغو تحریم ایران وضع منطقه را باز هم پیچیده‌تر خواهد کرد، زیرا ایران سرمایه‌های رها شده‌اش را برای رشد اقتصاد و تغییر موازنه فعلی پیروان مذهب‌های شیعه و سنی در خاورمیانه استفاده خواهد برد. روز یکشنبه بعد اعلان لغو تحریم‌های ایران نرخ سهمیه ها در بازارهای اوراق گرانبهای عربستان سعودی و امارات متحده عرب تا 6% پایین شد. اقتصاددان ها میگویند احتمال افزایش صادرات نفت ایران سرمایه گذاران را نگران کرده، زیرا مواد سوخته علاوگی در بازارهای جهانی باعث باز هم پایین تر شدن نرخ نفت خواهد شد. ماه گذشته پس از اشتراک رئیس حزب منشوده نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری در یک کنفرانس بین المللی در تهران، تاجیکستان سفیر ایران در دوشنبه را فرا خوانده به او در رابطه با حضور کبیری در این همایش نوتا یا خود یادداشت سپرد. معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله سفرов میگوید لغو تحریم‌های ایران از جانب تاجیکستان به خوشی پذیرفته خواهد شد و روابط دوشنبه و تهران گذشته طولانی دارد که یک حادثه آن را خدشه‌دار کردن نمیتواند. ما البته برای کیک پوستین را نمیسازیم، چطور که اصلا در خلق ما میگویند. بنابر همین ما با ایران البته مناسبت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را حتما دوام خواهیم داد. فقط ما ایراد گرفتیم به آن کاری که نادرست شده بود و آن کاری که نادرست شاید فهمیده شده بود. جمهوری اسلامی ایران یکی از کفیلان صلح میان تاجیکان بوده. صرف نظر از تحریم‌ها در چندین لایحه استراتژی از قبیل بنیاد نیروگاه برقابی سنگتوده 2، ساختمان تونل استقلال و برنامه‌های دیگر اجتماعی فرهنگی تاجیکستان سهم گرفته است.